سلام علیکم برادران عزیز. 22 شما در کامنتون نویسید که برای چی قنچه‌های زخمی را دیگر نبرآوردین، برای چی گپ شد. برادران ما را از طرف یوتیوب جلب اومد، حاضر مقصد یک طرفه کردیم، لیکن دسترانه ما محکم شده. همین فیلم مقصد دسترانه ما محکم شده. اگر بخوای که هر روزه بروریم تماشاش کنی، شما را لازم میاد که یک کار کنی. نه ما میدونیم اینمی یوتیوب ما اینا قنچه‌های زخمی قسمی 15 دیدید محکم شده. در روسیه، در تاجیکستان، در هر دش محکم شده. همین سن نمیمونن. از طرف همین ایتی اینا همین افتر کانال ما را جلب زدن، محکم کردن. میدونیم پلی مارکت، وی پی این ترکیه، نمی یک کمگیش اینا نگاه کنی، نمیره سخنید میکنی. شنوید چی میکنیم؟ اد کرید. اوکی. چکن میبینید وی پی این گیران شد. میدونیم در یوتیوب دوباره می نویسیم قنچه های زخمی چی قسمی در کار باشه میبرم. قسمی 15 اینا 15 قسمی پاچه سه اینا همه قسمات شده میشوند به همین وی پی این. کدومت که اگر بخوای تماشاش کنی مقصد نبدره به همین نه 15 قسمی شد اینا همه شده شد. حواستون باشه فهمیدی؟ وقتی که وی پی این بکشیم اینا میسار نگاه کن. Get your hands off me. Oh God, what's وقتی وی پی این میکشیم وی پی این مود میدوریم گیرون نمیشود. همه تو خواهش بدوریم میره از کچت ما هر روزه میگذاریم نصیب هر روزه میگذاریم همین فیلم نه